سلام، خوبین دوستان؟ این استارباکس امروز خیلی روز خوبیه برا من. امروز تولد دخترم سارینا و من میخواستم استارباکس رو بهش هدیه بدم. اول بهش هدیه دادم ولی الان میخوام براتون توضیح بدم تا کامل شما با این آشنا بشید. استارباکس کلا پارفوم های الاره، کلا مدل پارفوم های الاره. پارفوم میخواستم یه فرق بگم که بین پارفوم و اتکلون چیه. اتکلون بیشتر از الکل تشکیل شده. من خودم از اوناییم که زیاد اتکلون استفاده میکنم، ولی الکلش وقتی میپره دیگه بوش میره. ولی پارفوم اسانس انواع اسانس های معطره که بسیار ماندگاری زیادی داره و بسیار خوشبو هستن. خیلی یعنی بی‌نظیره. کاش میتونستم براتون بفرستم که چه بوهای عالی دارن اینا.